بچه ها امروز قراره که داخل از ویدیو که مشه چهارمین ویدیوی کانال یوتیوب در مورد یک روش خیلی ساده براتون توضیح بدم که از طریق از این روشه ریسک معاملاتتان داخل مارکت چی بیاریم پایین‌تر. پس بریم این ویدیو رو با هم ببینیم و امیدوارم که از این ویدیو هم لذت ببرید. خب چلوهای من بچه ها فرض کنید روند بازار چیه؟ سعودیه. وقتی روند بازار سعودی باشه مارکت چیکار میکنه؟ مارکت من های و های لو ایجاد میکنه. اوکی، مثلا اینجا ما براتون رسامی هم میکنم براتون. مارکت سعودیه و ساختار مارکت های و های لو ایجاد کرده. اوکی، این بچه ها فرض کن مثلا ما در یک قسمت ما یک پوزیشنی بای میگیریم. اوکی، پوزیشن بای میگیریم، استاپ لاس ما رو بالای زیر از این لو قرار میدیم. مثلا اینجا براتون علامت هم میزنم. اوکی، استاپ لاس ما رو در یک قسمت قرار میدیم. حالا مثلا تارگت ما رو تا یک قسمت قرار میدیم. اوکی، نگاه مارکت آمده بچه چیکار کردم؟ این حالت چی شکستانده. اوکی، یعنی بریک آف استراکچر. اوکی، و آمده قیمت چی آمده پایین، یک هایلوی جدید ایجاد کردم. نگاه اینجا آمده چی یک هایلوی جدید ایجاد کردم. پس من چیکار میکنم؟ استاپ لاس ما چی زیر از این هایلوی که مارکت جدید ایجاد کردم من زیر از این لو قرار میدم. دوباره مارکت آمده چیکار کردم؟ این های را این دفعه شکستانده، قیمت آمده بالا و یک هایلوی جدید ایجاد کردم و دوباره چی قیمت آمده این های این دفعه چی شکستانده. پس ما چیکار میکنم؟ دوباره استاپ لاس ما زیر از این لوی جدید قرار میدم. این بچه‌ها این به خاطر از که مثلا خدای نکرده مثلا روند بازار یک دفعه مثلا از سعودی تبدیل شده در نزولی، اون موقع مثلا این تریدی که زدیم، حالا برای مثال مثلا از این ترید 1000 تا 2000 تا مثلا سود گرفته بودیم، ولی به خاطر از که مثلا ما استاپ لاس ما وارد منطقه سود نکرده بودیم، اون موقع مثلا ممکنه روند بازار چی از سعودی تبدیل شده نزولی و مارکت بر لوور لو و لوور های ایجاد کنه و استاپ لاس ما چی بزنه. این به خاطر از بچه‌ها که مثلا ما تریدی که میزنیم وقتی ترید ما واردی منطقه سود میشه، اوکی، بتونیم مثلا حداقل با از طریق از این روش بتونیم مثلا از تریدمان محافظت کنیم، یعنی از سودایی که از مارکت میگیریم بتونیم محافظت کنیم. اوکی، این مارکت دیگه هیچ چیزی مثلا 100% نیست داخل از این مارکت. یک دفعه ممکنه مثلا روند مثلا عوض کنه از نزولی تبدیل شه در سعودی یا یکی مثلا برعکسش. این چه میگم؟ حالا نگاه کن بچه‌ها، اینجا نگاه کن روند بازار چی عوض شد، یعنی از سعودی تبدیل شد در نزولی. اوکی، حالا برای مثال من چیکار میکنم؟ برای مثال من یک پوزیشن سیل مده اینجا میگیرم و استاپ لاس من مثلا برای مثال بالا از این های قرار میدم و حالا مثلا تارگت منم تا این حد میذاریم. نگاه این روش مثلا فرق نمیکنه مثلا در روند سعودی باشی یا که در روند نزولی باشی، در هر دو روند مثلا این جوابگو است. اوکی، نگاه قیمت آمده این لور شکستانده، آمده یک لوور لو ایجاد کرده، بعد از او یک لوور های ایجاد کرده. پس من چیکار میکنم؟ استاپ لاس من بالای از این های قرار میدم، یعنی بیشتر یعنی استاپ لاس من وارد منطقه سود میکنم. اوکی، دوباره نگاه کن قیمت آمده چیکار کردن؟ این لوور شکستانده و اگه دیدون دوباره مارکت آمد یک لوور های جدید ایجاد کرد، اون موقع من چیکار میکنم؟ استاپ لاس من بالای از این های قرار میدم. دوباره اینجا نگاه کن مارکت آمده این لور شکستانده و یک لور های جدید ایجاد کرده، اون موقع چی استاپ لاس من بیشتر وارد منطقه سود میکنم. حالا بریم روی چارت اصلی، توضیحات بیشتر روی چارت اصلی براتون میدم. خب بچه الان روی چارت یورو ای دی، اوکی، تایم فریم دیلی هستیم. بیرمو استراتژی هم روشه رو ما الان روی هر ارز مثلا روی هر روندی ما براتون توضیح میدم. اوکی، می بچه الان روند بازار اگر روی مثلا از نظری مثلا سوینگ تریدر، اوکی، مثلا در روی زی ارز نگاه کنیم، روند بازار چیه؟ سعودیه، یعنی مارکت ما هایر های و هایر لو ایجاد میکنه. اوکی، نگاه کن مارکت آمده این های چی شکستانده. اوکی، آمده یک هایر لو جدید ایجاد کرده، بعد دوباره قیمت خود کشیده بالا. اوکی، و یک هایر های جدید ایجاد کرده، دوباره قیمت آمده پایین، یک هایر لو جدید اینجا ایجاد کرده و دوباره چی قیمت این های را شکستانده. اوکی، و آمده یک هایر لو جدید ایجاد کرده، ولی اینجا ممکنه مثلا روند بازار یواش یواش تغییر کنه و سمت پایین حرکت کنه. اوکی، حالا مثلا ما دو قسمتش کار نداریم. اوکی، این بچه‌ها فرض کن مثلا ما در اینجا چی مثلا یک پوزیشنی بای میگیریم برای مثال. اوکی،
برای مثال مثلا ما اینجا یک پوزیشن بای میگیریم، استاپ لاس ما چی زیر از لو قرار میدیم. اوکی، استاپ لاس ما چی شد؟ زیر از لو قرار دادیم. تارگت ما هم برای مثال تا بالای از این های قرار میدیم، این هایی که مارکت اینجا ایجاد کرده، یا که مثلا تا آخرین هایی که مارکت ایجاد کرده، یعنی تا از این قسمت مثلا قرار میدیم. اوکی، مارکت آمده این های را شکستانده. اوکی، آمده پایین یک های جدید ایجاد کرده. پس من چیکار میکنم؟ استاپ لاس من زیر از این های قرار میدم من. اوکی، یعنی بیشتر روی سود باشه. بعد دوباره دیدم قیمت آمد این های را چی شکستانده، این های را اوکی آمد شکستان، آمده پایین یک های جدید ایجاد کرده. دوباره من چیکار میکنم؟ استاپ لاس من این دفعه زیر از این لو قرار میدم که بعد از این یواش یواش قیمت خود کشته بالا و تارگت ما رو زده. اوکی، ببین این در صورتی بود که مثلا روند بازار چی صعودی باشه. فهمید چی شده؟ حالا مثلا اگر روند بازار نزولی باشه، مثلا روی ارزی چی بریم؟ ارزی یورو یو اس دی. آره، مثلا در قسمت یعنی بچه روند بازار در اینجا مثلا نزولیه و مارکت باید چیکار میکنه؟ لوور لو لوور های ایجاد میکنه. اوکی، میبینی مارکت آمده پایین، لوور لو لوور های لوور لو لوور های لوور لو لوور های و لوور لو، یعنی تا یک قسمت، چون بعد از یک قسمت بازار روند عوض کرده و از نزولی تبدیل شده در صعودی. اوکی بچه فرض کن مثلا ما اینجا چیکار میکنیم؟ یک پوزیشن سل برای مثال در قسمت میگیریم ما. اوکی، یک پوزیشن سل در قسمت میگیریم، استاپ لاس ما برای مثال بالای از این های قرار میدیم. اوکی، این استاپ لاس ما در قسمت و مثلا تارگت هم تا آخرین لویی که مارکت اینجا آمده ایجاد کرده مثلا تا قسمت میذاریم. اوکی، ببین مارکت آمده چیکار کرده؟ بعدش آمده این لو را چی شکستانده، یعنی بریک آف استراکچر. اوکی، و آمده پایین یک لوور های جدید ایجاد کرده. پس ما چیکار میکنم؟ استاپ لاس من بالای از این های جدیدی که مارکت ایجاد کرده بالای از این های قرار میدم. اوکی، دوباره نگاه کن قیمت آمده پایین ریزش کرده و یک لوور های جدید اینجا ایجاد کرده. اوکی، پس ما چیکار میکنم؟ استاپ لاس من این دفعه بالای از این های قرار میدم. قیمت آمده این دفعه این لو را شکستانده. اوکی، و آمده یک لوور های جدید ایجاد کرده. دوباره استاپ لاس من بیشتر وارد منطقه سود میکنم. اوکی، یعنی بالای از این های قرار میدم. دوباره نگاه کن قیمت آمده پایین. اوکی، و یک لوور های جدید ایجاد کرده. دوباره استاپ لاس من بالای از این های قرار میدم تا زمانی که مثلا تارگت ما چی بخوره. ولی بعد از اینکه مثلا تارگت ما مثلا خورد زده شد، نگاه روند بازار چی تغییر کرد، یعنی مارکت ما چیکار میکنه؟ های و های لو ایجاد میکنه. اوکی، حالا برای مثال نگاه کن، فرض کن مثلا ما اینجا یک پوزیشن بای میگیریم در اینجا برای مثال. اوکی، پوزیشن بای میگیریم، استاپ لاس ما هم زیر از این لو قرار میدیم ما. اوکی، استاپ لاس ما زیر از این لو قرار میدیم. حالا مثلا تارگت ما هم مثلا تا آخرین هایی که مارکت اینجا ایجاد کرده مثلا تا از این قسمت قرار میدیم ما. اوکی، نگاه مارکت آمده چیکار کرده بچه؟ آمده این های را شکستانده. اوکی، این های شکسته شد و آمده یک های لوی جدید ایجاد کرده. پس ما چیکار میکنم؟ استاپ لاس از اینجا ور میدارم، زیر از این های لوی جدید قرار میدم، یعنی ریسک معاملات ما چی یک میارم پایین تر. فهمید چی شد؟ دوباره نگاه کن قیمت آمده چیکار کرده؟ این های را نفر شکستانده و یک های لوی جدید اینجا ایجاد کرده. میبینی این کندل قرمز. پس ما چیکار میکنم؟ استاپ لاس ما زیر از این های لوی جدید که مارکت ایجاد کرده مثلا میذارم. اگر مثلا روی تایم فریم 4 ساعته بریم در میتونیم ببینیم به قسمت. اوکی، میبینی های لو ایجاد کرده اینجا مارکت. اوکی، استاپ لاس ما در اینجا قرار میدیم. دوباره مارکت آمده چیکار کرده؟ این های را شکستانده. اوکی، و یک های لوی جدید اینجا ایجاد کرده. دوباره چیکار میکنم؟ استاپ لاس ما بالاتر میبرم، یعنی بیشتر وارد منطقه سود میکنم. اوکی، اگه دوباره برگردیم روی تایم فریم دیلی مثلا خیلی تمیزتر مثلا میتونیم ببینیم این چیزا رو. ببینیم مارکت آمده این های را این دفعه شکستانده. اوکی، یک های لوی جدید ایجاد کرده. پس ما چیکار میکنم؟ استاپ لاس ما زیر از این های قرار میدم. دوباره مارکت آمده پایین، یک های لوی جدید ایجاد کرده. پس ما چیکار میکنم؟ دوباره استاپ لاس ما بیشتر وارد منطقه سود میکنم که مثلا خدای نکرده اگر مثلا یک دفعه مثلا روند بازار تغییر کرد و از صعودی تبدیل شد در نزولی،
حداقل از این تریدی که زدیم حداقل مثلا یک مقدار سود را چی ما ببریم از این تریدی که زدیم. اوکی ببین بچه‌ها همونجوری که گفتم فرق نمیکنه در روی چی تایم فریمی باشی. اوکی فرق نمیکنه مثلا روی چی روندی باشی، مثلا روندی صعودی باشی، نزولی باشی، پوزیشن بای داشته باشی یا سل. این روش میتونین همیشه استفاده کنین و ریسک معاملاتتان چی بیارین پایین.